یه تروریست یک گلوله شلیک کرد به سمت یه جعبه مشکوک. یکی از نیروهای بیجسری دیدش رو بدون لحظه‌ای تردید پرید جلو و با دهانش سوراخ جعبه رو پوشوند. پلیسا که تروریست رو دستگیر کردن دیدن اون سرباز هنوز همونطوری دهنش رو روی جعبه نگه داشته. دکترها که رسیدن بررسی کردن، گفتن خوشبختانه گاز سمی نشت نکرده، اما چون دهن سرباز باهاش تماس مستقیم داشته باید فوری منتقل بشه به اتاق ایزوله. دکتر گفت اگه بخوای زنده بمونی باید دهنت تو جراحی کنیم و در بیاریم، ولی سرباز قاطع گفت نه این کارو نمی‌کنم. کله گازو قورت داد و بعد جعبه رو پرت کرد روی زمین. دکترها مات موندن. تنها را تزریق واکسن اون ویروس بود، ولی فقط کشوری که اون ویروس رو ساخته بود این واکسنو داشت. فرمانده سری به وزارت امور خارجه زنگ زد و درخواست واکسن کرد و گفت با پست هوایی میفرستن. همین گیرودارم تیمیش اومدن ملاقاتشونم بلند شو و باهاشون خدافظی کرد. همه اشک میریختن، بغض داشتن. فرمانده بهشون گفتن بذارین بره استراحت کنه. چند ساعت بعد پولسا بالاخره واکسن رو رسوندن بیمارستان، اما دکتر گفت دیگه خیلی دیره. اما یه چیز عجیب بود، سرباز نه بیحال بود، نه نشونه ای از مسمومیت داشت. پلیسا شک کردند که نگون اون ویروس واقعی نبوده. برای همین دکترها دوباره ازش خون گرفتن فرستادن. برای دست همون موقع پدر مادرش رسیدن. ناگهان دکتر با عجله وارد اتاق ایزوله شد و گفت ما چند بار تست گرفتیم این مرد یه چیزی خاص داره. آنتیبادی طبیعی سیستم بدنش خودش میتونه با این ویروس مقابله کنه توی همین لحظه.